ما سفری هنری کردیم به شهر دوشنبه. قصه که ما باید 4 مرتبه بازی میکردیم در رنگ‌های عبدی خوجندی. برای اینکه گاسترول که رفته بودیم با دیگر نمایشنامه‌ها بودن. بسیار خواهش کردن آمدن که بازی یک بار دیگر همون در رنگ‌های عبدی خوجندی بازی کنیم. بازی کردیم. در وقت بازیدن در صحنه قریب آخران که یک صحنه میدان مانده بود، آخر برآمدن در کار بود تمام. و سرم بسیار سخت چرخ زد. برای اینکه بسیار صحنه بسیار تیز و تند بود. بسیار صحنه تیز و تند بود. سرم بسیار سخت چرخ زد و چشمم تماما سیاهی زد. یگون چیز ندیدم. حتی ما حکیم بای احمدов که اون کس بسیار عالی جناب بازی میکردن 4 مرتبه رپلیک میگوییم ما. یعنی رپلیک دادین من جواب ندادیم. اینا ما میدونیم اکتورها. آدمی که اونجا تماشا میکرد میگه که همین خیلی بود است. من جواب ندادیم. قصه کوتاه همین آبی جان قپیدم نظرفه گفتم که آبی جان بسیار حالتم بد. یگان چیز نمیبینم. چشمم سیاه. التماس مرا از صحنه برار. است قپیده گفتم. برای اینکه میزان سه همین خیلی. و گفت که طاقت کنید التماس. واسه صحنه تموم میشه. همین خیلی ارنگ برآمدم من از صحنه. و برزا عبدالرزاق که قفای صحنه ایستاده بود این صحنه تئاتری اپرا و بالت بنان سرزین عینی شهر دوشنبه ایستاده بود. شگفت شد گفت. من گفتم بسیار حالتم بد تازه یگان کار میشوم. حتی گفتم که میمورم. هیچ گم آمد و چای گرمی که ریخته مانده بودن گرم بود طوری. اما یک پیاله چای داد که همین خورید انا نقض میشید. از روی فهمی شکل از روی قانونی ساحه تیپ ممکن نبوده است. همون وقت با چیزی گرم کردن حتی ایلیق میگن در خوجند یعنی نیم سرد چیز هم حتی خوردن نوشیدن ممکن نبوده است. چیزی خنک نوشیدن در کار بوده است. این کار یگان جا شده بود نه ده حیایه و یادم باره این کار دارم چیزه نکده باشه نه یا یگان تفتا نگمی یا ممکن نکده باشه یا خودش خونه و تفتا و گولی داد یگان خیل گفای هر خیله نگمی یا یگان تفتا نگم این خیل گفای فایده چیده تفتا سیوه من گوشم نمیکنم من میتونم سری بفهمم و یگان جا روش کنم یکی تاریک خلاف تاریک خلاف کافه که تختشه رنگ رو قصقص نخوده نرورد من همین را گفتنی که کلیخی گندی بچه از تربیه بدی داداش سر میشه یه گفتید و ماندید هدیه ناشد چی اگر بچه جانی من باید کاری بچه شما کدگی میکرد زده لخشو برونده گوشت کشه قیمه کده سان بوسه کده بو جانه کشمه لخ کده نیه هم بچه که داره پسرشون هم اگر کاری بد کنه هم تگریشته هم قیمه کده فلخ کده بو جانشو میپرسته آشنا جان نی تو که فلخ کده بلکی فت کده معلم جان سلامت عمر جان من 21 سال شده است بازی کردی اما سالی 22 بود 2002 البته بسیار یک رسوی خاطرمان بود حیرت بچه ها استاد و همی جان سلام علیکم خواهان آنم که همتون هنرمندان مردمی جمهوری تاجیکستان شد آمین الله اکبر رحمت شوی شکر همتون ارنگ رفتم بچه ها یاردم کردن تو میهمانخانه فرهنگ رفتم همون شب باید ما یک جای به مهمونی میرفتیم من نرفتم قصه کوتاه پگو از جای برخیستم رفتم برای دستورشویی همین آب کشودم همین وینتی آب میتوانم میگم نمیتوانم من این خی دستم این خی کرده ایستاده یک ایلوجی که توفتم آب اومد آب میگیرم میگم برداشته نمیتوانم آب از خبتی پنجم رفته ایستاده است بعد داد زدم بچه ها خیزید احوالم بسیار بد حتی
مرزا عبدالرزاق و فابی جان نظر دیگرها گفتن که ممکن قدر همین بیمارخانه به خوب روانیم شما یا گفتم نه نه چی که شود خوجان بشود انا هدف یک تو یک باری دیگر قبری مادر به سجده آوردن انا برای همین گفتم السلام علیکم خوشلاش چینده میتید میشه چی؟ 2 کیلو میگیرم چینید؟ هم درازک خوشلاشه زرد دارشه اینا چی؟ این سرخش چی؟ ها مایلش فقط خوشلوهر شوی من این خیلی کشه من این خیلی اینم شیرین من اینم شیرین انا یک رنگ شود و ببینیم خوب شادروان میخواد بطور چیزی گفت که بعد من تو با گپ دارم من حیران که چی گپ داشته باشد انتظار شدم نمیگوید بعد از اون من در اثری الکسی مکسیمیچ گور که دشمن ها نقش اساسی بازی کردم بین اثری برجسته است بسیار اثری مشکل است بعد گفت که نکن همون گپمه میگویم تو با من گفتم چشم گفت که تو از حد زیاد میگذری یعنی همون خطی که ما به هست یعنی روسی به چرتا همون خط میگذری تو باید احتیاط شوی نباید از اون گذری اگر آن واقعی شدنش ممکن یعنی بیگم بالا بندی بی نهایت احساساتت بلند گفت و یک اشاره هم کرد که بسیار خوب میشه اگر تو همین جاده با همین صحبه از فنهای مهارتی اکتوری دیگر فنها درس داده میتوانی اگر این طرف گیری من کورسی 4 میخوندم جمشید جان همه درختانی که شما در اینجا میبینید همه حاصل میدهند و یگانه درختی که در اینجا هست که من نشناندم لیکن همسین سالی من است 70 سال است این سیب در خوجند باستانی میگویند که سیب پیشپزر یعنی سنه های 18-20 های می همه ساله این میپزد الکه بسیار سیبی خوشروی است من 100% باوری کامل دارم که انشاءالله خدای تعالی عمر داده باشد انا بهار میبیاید از این سیب بهره‌مند میشوید بیگان بالا بنده این سیب بنیاد بسیار میکرد ما تمام محله قریب که تقسیم کرده میدادیم یگان مرتبه فروختگی نیستیم از خانه های اول که مونده است همون نمودش ما همین خیلی کس مونده است همین ایوان انا ایوان همین تیرزاست همین چوبین همون آینه انا فقط درونش کمتر آرو دادگی خلاص انا بعد باید گفت که قریب که تمامی جمهوری تاجیکستان الکه میداند که خانه چی در این خانه من بسیار شاگردهام تیار کردم در دوره بیماری در طول 3 سال بیایید که همون خانه چه میره مرحمت بیایید وقتی که همون زادروز قید کردیم ماه ایول بسیار آدم ها دوستان خیش اقربا و از آن جمله سروری همون وقتی دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک بابا جان غفورов ناصر جان یوسفویچ سلیموف اومدن قصه کوتاه ما بسیار عالی جناب نشستیم
اونجا بسیار شعرخوانی های عالی جناب شد، رقص و بازی ها شد. همین خیلی شد که ساعت 2 شب شد. بعد همین کردیم و خیسته رفتنی شدم که یگان خدمت هست می به ما گفت. من گفتم هست. من گفتم رخصت دید من درس دیم. بعد کمی حیران شدن و گفتن که چه خیل باید شما درس میدید. من گفتم از مهارت اکتوری از نطق صحنه. گفتن که مایلش گفتن اونقدر با باوری کامل نی. من گفتم شما حیران نشوید. شما اگر من به یک صفحه کردید یا نیم صفحه کردید من نصفش یگان شاگردم میدیم. چرا؟ شاگردم الکه و اکتور و صاحب کسب الکه همو میتیم وای به میفهمونم وای بچه ها میفهموند. قصه کوتاه گفتن که شد فهمیدم من و همین خیلی هم شد. همین پروستینی که ما میگوییم در عرفیت همون میاندازن برای روی وای خوب کردن. همون یک پروستین نوبتی که در همون خانه بود انا همون گریتون میانم بندتون میگفتم سخت بندتون. بعد از اون طرف قپتون منو همین گرفته از تیخول تو قم در آمده منو کشاله کنید. میفهمید؟ الان خیلی میبردن میآوردن که پایم من خیلی کشال بودن. خیلی کشال اومدم و رفتم. همین خیلی شد که نمیدونم بعد از چقدر وقت ممکن قریب 3 سال باشد. همین خیلی شد که همین یک بار بچه های تیله کرده خودم راه گشت دیگه نفهمیدم. من از همون کورس از همون شاگردهایم تا امروز بسیار منتدار هستم. با اون سخنی که حاضر من میگویم اکثریت ممکن باورم نکنم. لیکن مادری من که 7 نفر رو تربیه کردن به وای رسوندن. همون خانه‌ای که ما استقامت میکردیم 9 نفر عروسم 9 نفر. انا مادرم میگفتن که اگر زن حرمت کنی حرمت میبینی خلاص، اگر حرمت نکنی نه. من همین بسیار سخت داشته گرفتم همین سخنه و در حاشیه همین سخن تا امروز رفتار میکنم. همسرم بسیار حرمت و احترام میکنم. چرا؟ من اینا بارها گفته بودم از تلویزیون از رادیو در صحبت ها گفته بودم باز میگویم. تصور کنید اگر شما یک شب اگر انا 7 ساعت خواب کردید یا 6 ساعت خواب کردید هر یک ساعت 1 ساعت 1.5 ساعت به بودلنیک داشتیم. یعنی ساعتی که مثلا زنگ میزد همون وقت بمونید. در عرفیت میگن که در زبان روسی مکانیچسکی و میتافتید ساعت به میموندید همون جرانگاه میزد میخیستید. تصور کنید یک شب با 5-6 مرتبه خیسته یعنی برگردوندن. در ساحه تیپ میگویند که پرولیش یعنی همون پوست های بدن علاخصوص پشت یعنی یره نشود مجروح نشود. این با گفتن آسان. این دوام کرد در طول 3 سال. یگون چیله دست نمی جنبید. همین انگشت اقلا این خیلی نمیشد. یگون انگشت یگون چیز همون نمچینکی که هست نمچینکی در دفترها میمونن همون نمچینک چقدر وزن دارد همون دستم میقپوندن که من دارم بردارید میگفتم نمیتوانستم میافتید.
همون دوره آش میکردیم یادتان هست؟ من همین آشم خودی که آش خودتان باید شده چونکه یادتان بازمی هر دیوم наперегонки خانه میمونیم کیم تستر میکند آشیو کیم تستر это действительно همین خیل لیکن کارشون که بسیار بود بوده همون با بی وقت میومدن успевать نمیکردن من با وقت اومده سویق میانداختم من سویق نقض میدیدم بود آش نقض میدیدن همون با یک روز بیام دیگ باند چون که شبانه خسته زیربک کردم موندی من با وقتار اومده سویق من انزام که ما سویق نخوریم گفته تصور کنید پایم بولیشت طرفی راست بولیشت طرفی چپ بولیشت قفوی کتفو با بولیشت موندگی حتی پایینی پا با خیشت مونده خیشت بالای خیشت با بولیشت مونده که من نخیجم یعنی تکیهگاه باید شود برای پایهای من موندگی و روی وای با بیگان بالا بانده کتاب تصور کنید کتاب من ورق زده نمیتونستم یا دختری خوردیم یا پسرچم اگر خانه باشد ورق میزدن علاخصوص شاگردان و همسایه ها بعضا آواز میدادم التماس هم اون کس بیاید همین یک ورق کشایید همین من دیروز یک جو برآمد کردم یک واخوری بسیار عالی‌جناب شد در دانشگاه دولتی خوجند بخشیده بر روز معیوبان دنیا که 3 دکبر روز معیوبان دنیا است که در دنیا زیاده 650 میلیون معیوب بوده است همونجا هم برآمد کرده گفتم خوشبختانه آدمای نکو بسیارن هم زن هم مرد هم جوان ها لیکن برخی از آنها هستند که به نهایت بی‌اعتنایی میکنن با آنهایی که امکانیتشان محدود است این بسیار بی‌زیب است من ناترسیده میگویم ناترسیده هستن حتی راننده ها بعضا هستن راننده ها هستن که شما میخواهید به همون مرشود که میگوییم هم به نشستن میخواهید بعضا بی‌اعتنایی میکنن جای نیست میگویم حالا که عربچه‌ای که اکثری معیوبان دارن جمع میشود یک جای بسیار کم میگیرد هم در آمده همون یعنی مرشود که میگیرد واقعی بسیار عجیبی به من اثر گذراندم به این یاد واقعی عجیبی همه هم به صبر و طاقت کردم و با چهره کشاد قبول میکردم و یک دفعه حتی سخترم گپ زدم خیلی وقتی که من بر اومدم عربچه جمع کردگی در آمده همون وای با یعنی مرشود که مونده بودن 2 نفر بسیار زنهای زیبا بر آمدند و همون دستی وای هست دستی در آمده همون مرشود که با که وای دستی قبل میدارد هر یک کس دستشون عربچی من با افتید و عربچه او دستش کشوده قریب کشوده که شد یه باره گفتن این چی گفت بسیار سخت گفت زدن که چی به اینجا میمونه چی در کار این خیلی آدم ها چی میگیرید من مجبور شدم جواب دادم من نگاه کردم حتی راننده گفت برکه یابید راننده حتی گفت که برکه یابید من گفتم که میبخشید خواهر خسروی ممکن قدر عربچه من از شما تازه تر باشد گفتم همین گپ و علیکم السلام احوال شما درست شما صحت سلامت هستید کارا نظمی امروز ساعت چند نشان میدید تو؟ ساعت 1 البته تایید زرمی آخر؟ بسیار نه سلامت خوب سلامت
رحمه السلام علیکم برالو راه گشتن اگر 2002 تا 2005 اگر من همین حالت بودم بیماری سخت بودم همین از سالهای 2006 نگفته نماند خانی من نمیدانید من ایشونی شایدو انا حجره 81 به زندگی میکنم از همونجا تو موانا وطن میگویم بزرگچی وطن میگویم انا یا اینکه گذرچه زمان میگن کونه چه با کونه چه با تو همونجا خیلی بیایم حاضر با 15-20 دقیقه آماده میشه من 39 ساعت برفته بودم میفهمید تصور کنید رو گشتن همین خیلی نه میفهمید عربچه قپیده و وزن برای من حاضر بسیار عربچه اولی جناب برام دیگه لیکن سبک هستن از وای من نمیگیرم عربچه وزنی چی با وزنی من برای داشتن همون عربچه که من سفرها میروم همون عربچه که در فستیوال ها اشتراک میکنم همون عربچه که من کار میبینم همون عربچه که خانه میروم لیکن هست من کوشش کردم که 3 مرتبه پرتویم کوشش کردم که اساکتی گردم گشته میتونم من خیلی جای هموار زیبا باشد گشته میتونم لیکن وقتی که 3 مرتبه افتیدم و از دستم برام درفت پیش پا خوردم از دستم برام 3 مرتبه پایم شکستم 2 مرتبه پای چپم 1 مرتبه پای راست نوبسته از این که پایم انا گیپس کرده بودن پایم که من باید اقلا 70-80 روز خوب کردنم دکور همون حالت به هم درس دادم باور کنید بچه ها عربچه بشینانده شاگردام فاکولتت می آوردن تگی پایم با ستول می موندن من درس می گذاشتم با برده می موندن تا خون 1 هفته و 5 روز من عادت نکردی ده این طرف انا همین طرف چابه دارید همین طرف چابه همینجا با همینجا بارک الله من یگان تا دانشجو میفرستانم داده میفرستانید مایلش خب سلامت باشید سلامت خب بعد از 1 سالی وفاتی مادرم به همین واقع رخ داد مادرم 2001 از دنیا گذشت و نگفته نماند من همون دوره هایی که مثلا صحت سلامت بودم من در شهر دوشنبه کار کردم فعالیت ایجادی و پداگوژی در اونجا آغاز کردم در دانشکده صنعت تئاتر جوانان بعد از تئاتر جوانان رفتم دویمی در دانشکده صنعتی به نام رضا زاده کار میکردم مدیر کافدره بودم دکانی فاکولته شدم حتی فرمانم برآمده بود نایب رکتور اوید به تعلیم من 1 روز این وظیفه بودم من سال 1995 فقط به خاطر نگاه و بینی کردم با مادرم گشت آمدم کوچیده آمدیم چرا همون وقتی که همون دور زمانی که ما کوچیده آمدیم مادرم 79 ساله بودم من که از همه فرزندی خوردی که بودم باید یک وظیفه فرزندی ما باید اجرا میکرد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مادری که ما را تربیت کردن با وای رساندن ما 7 نفر بودیم از همه خوردی من بودم از همه خوردی من بعد از وفات پدرم به دنیا آمدم در بطن مادرم بودم
مادرم با قول خوجند باستانی گزیده مرا کوان کرده. خدمتشون نکردم بسیار. اگر همون دور و زمان عقل حاضرم می بود من عموما ممکن قدر به دوشنبه نروم برای کار کردن. برای اینکه من تکلیف کرده گرفته رفتم دوشنبه با 4 نفر شمس قیاموف، حبیب الله عبدالرزاقов، فیلیکس تاشمحمدov و نصرالدین اسلامov. از همین تئاتر گرفته رفتم. سال 1978. همه اون کارهای شایسته که در من هست این همش از مادرم. اون کس ما رو همه خیلی تربیه کردن که ما همه وقت پر صبر و طاقت باشیم. به قدر زندگی، به قدر نیکی برسیم. حرمتی احترام گرد و اطراف رو، جامعه رو، علاوه خصوص خویشاوندان رو به جا آوریم. در عرفیت میگویند که امید و آرزو هیچگاه انسان را ترک نمی کند. انسان با امید، با آرزو، با هوس زنده است. این رو مادرم هم یک چند مراتب موقع میگفتن، علاوه خصوص با من. از ناامیدی ها بس امید است، پایان شبی سیاه سفید است.